ادامه برای تکمیل کردن الگو از انتهای خط عرضی شیب شانه به خط کف حلقه یه خط مستقیم رسم میکنیم به صورتی که این خط انتهای خط کارو رو هم قطع بکنه. نکته که اینجا مهم هستش اینه که اهمیتی نداره این خط روی کف حلقه در کجا میفته و فقط برای ما مهم هستش که انتهای خط کف حلقه و انتهای خط کارو به همدیگه وصل بشن. مرحله بعدی وصل کردن انتهای خط کف حلقه به انتهای خط باسن بزرگ است. یک خط به صورت مستقیم رسم می‌کنیم و همینطور که می‌بینید خط کمر، خط عرضی کمر و خط عرضی باسن کوچیک هم مقدارشون مشخص میشه. مرحله بعدی تکمیل کردن کادر یقه هست که برای تکمیل کردن کادر یقه ابتدا انتهای خطوط عرضی رو به همدیگه وصل میکنیم و از انتها 2 مربع به ابعاد 2 سانتی متر هم رسم میکنیم که قطر مربع اول رو پیدا میکنیم و مرکز مربع رو مشخص میکنیم. مرحله دوم این هستش که با استفاده از خطکش پیسوله یک هلال یقه رسم بکنیم به این صورت که از گوشه کادر یقه رسم بشه این هلال و در ادامه مرکز مربع و از خط عرضی نیم سانت پایین تر این خط رو رسم میکنیم و برای رسم خط سرشانه از گوشه گردن یک خط صاف به انتهای خط شیب شانه وصل میکنیم و در آخر برای رسم هلال حلقه آستین به این صورت عمل میکنیم که ابتدا از انتهای خط کف حلقه یک خط به سمت انتهای خط کار رو رسم میکنیم. وسط این خط رو پیدا میکنیم و از این نقطه یک خط به زاویه روبرو وصل میکنیم و وسط این خط رو هم مجددا پیدا میکنیم. در مرحله بعدی از انتهای خط کف حلقه به اندازه 1.5 تا 2 سانتی متر داخل میشیم و علامت میزنیم. اندازه انتهای خط کف حلقه تا خطی که به این خط عمود شده رو پیدا میکنیم که در اینجا 7 سانتی متر هستش. این عدد رو به علاوه 2 سانتی متر میکنیم و از خط کف حلقه بالا میریم و علامت میزنیم. سپس با استفاده از خطکش پیسوله این 3 نقطه رو با همدیگه وصل میکنیم و هلالی حلقه آستین رو رسم میکنیم. خب حالا میریم سراغ تکمیل کردن الگومون. اولین کاری که میکنیم میایم بخوایم که دور یقه رو رسم کنیم یا به کادر یقه‌مون شکل بدیم. دور یقه ما به شکل هلال هست. حالا من طبق یه سری از فرمول ها یا یه سری تکنیک ها بهتون میگم که چجوری فرم هلالی یقه خوب رسم بکنید. ابتدا میایم روی این خط پایینی 2 تا 2 سانتی متر از این قسمت جدا میکنید. همین کار رو با خط بالایی هم انجام میدیم چون که میخوایم گونیا داشته باشیم. 2 تا مربع اینجا رسم میشه. ابتدا قطر مربع اولی رو رسم میکنیم. حالا ما اینجا 3 نقطه داریم. نقطه اول که گوشه گردن هست، نقطه دوم مرکز قطر دایرمون یا مرکز دایرمون و نقطه سوم نیم سانت پایین تر از کادر یقه. با خطکش پیسوله خطکش رو جوری قرار میدیم که خطکش از این 3 نقطه عبور کنه. یه کادر یقه خوشگل رسم میکنیم و این قسمت میشه دورریز. حتما دقت کنید تا 1 سانتی متر از ابتدای کادر یقه‌تون به صورت گونیا و صاف باشه. از انتهای خط شیب شانه وصل میکنیم به انتهای خط کارور و اون خط رو امتداد میدیم تا کف حلقه.
خطکش رو جوری میذاریم که این دوتا خط رو قطع بکنه و اصلا مهم نیست این خط روی کف حلقه کجا میفته. کار بعدی کاری اینه که باید انتهای کف حلقه رو به انتهای باسن بزرگ وصل بکنیم. مجددا خطکش رو جوری میذاریم که این دوتا نقطه رو به هم دیگه وصل بکنه و تنها چیزی که میمونه برای تکمیل شدن الگوی آزاد رسم حلقه آستین و سرشانه هستش. برای رسم سرشانه از گوشه گردن وصل میکنیم به انتهای خط شیب شانه. و اما برای رسم هلالی حلقه آستین، این خیلی مهمه که ما یه هلالی حلقه آستین قشنگ داشته باشیم، خوش فرم داشته باشیم، خیلی گود نباشه هلال حلقه آستینمون، خیلی پر نباشه که اضافه بیاریم. اولین کاری که میکنید از انتهای خط کف حلقه وصل میکنیم به یه خط میکشیم به انتهای کارو، وسط این خط رو پیدا میکنیم. حالا از این نقطه جدیدمون وصل میکنیم به این قسمت، به گوشه‌ای که گوشه حلقه آستین هست. مجددا وسط این خط رو هم پیدا میکنیم. 1 سانتیمتر در این قسمت، 1 تا 1.5 سانتیمتر گونیا علامت میزنیم و این که بخوایم بدونیم هلالی حلقه آستین از کجا جدا میشه، میایم چیکار میکنیم؟ از انتهای خط کف حلقه تا جایی که این خط اینجا رو قطع کرده اندازه میزنیم به علاوه 2 سانتیمتر میکنیم. اینجا الان 7 سانتیمتر به علاوه 2 9 سانتیمتر. اینجا هم علامت میزنیم. پس ما اینجا 3 تا نقطه برامون به دست اومده. نقطه اول نقطه‌ای که از انتهای خط کف حلقه گونیا کرده بودیم. نقطه دوم نقطه‌ای هستش که وسط این خط رو پیدا کردیم و نقطه سوم این نقطه‌ای هستش که اندازه این قسمت رو به علاوه 2 سانتیمتر کردیم و اینجا مشخص کردیم. دوباره با خطکش پیسوله خطکش رو جوری میذاریم که این 3 تا نقطه قطع بشن. دیگه این مطمئن ترین روش هست برای رسم هلال حلقه آستین که یه هلالی بهمون میده کاملا استاندارد و اندازه. خب پس این الگوی ما تا اینجا شد الگوی آزاد. خب اندازه ارزی رو هم رسم کردیم و نوبت رسیده به رسم خط پهلو و خطی که شیب شانه و کالو رو به هم دیگه وصل می‌کرد. قبلا براتون توضیح دادم زمانی که خطکش رو میذاریم خط ما در این قسمت اوریب هستش چون کارو ما نیم سانت کوچیک‌تر بود و اون خط مهم نبود کف حلقمون رو کجا قطع میکنه. اتصال این دو نقطه برای ما ارجحیت داشت. و اما رسم پهلو بهتون گفتم زمانی که از کف حلقه به باسن وصل میکنیم یک خط صاف هست. به این شکل خط پهلو رو هم رسم میکنیم چون کار آزاده. خب مسئله بعدی که داشتیم و توی الگومون پیاده کردیم هلالی یقمون بود. ما اومدیم 2 تا کادر 2 سانتی اینجا جدا کردیم، وسط این قسمت رو پیدا کردیم و از انتهای این یکی مربع رد کردیم. همین کار الان اینجا هم انجام بدیم و در انتها میرسیم به خط صاف. نیم سانت هم میایم پایین تر که کار ما یه مقدار آزادتر بشه و خیلی کیپ گردنمون نباشه. همین دقیقاً یقه شما مگه گرد نیست، همونو اینجا قراره که پیاده بکنیم روی الگومون.